سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم تأثیر تغذیه رو تو روند جوون موندن بهتون بگم. ببینید یه سری مسائل هست در مورد شیرینیجات. تحقیقات نشون داده قند و شکر و شیرینیجات به شدت روی روند پیری تاثیر میذاره که یکی از مضراتش روند پیریه و خیلی 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 فاکتورهای دیگه هم تحت تاثیر میذاره تو سلامتیمون. اما چون که من در مورد جوونی و دور زدن میان سالی دارم صحبت میکنم، الان فوکوسم روی این قضیه است. برای حذف شیرینیجات شما ابتدا خیلی اذیت میشید، یعنی مواد شیرینی یه اعتیادی داره که شما ممکنه 15 روز اول واقعا تمایل داشته باشه بدنتون و اذیت بشید، اما اگه این پروسه رو طی کنید دیگه واقعا بدنتون دیگه دلش نمیخواد و شما هوس نمیکنید مثل سابق به خوردن بستنی و شیرینی و این صحبت ها و کم کم روندش روی پوستتون و روی اندامتون حذف شدن مقدار زیادی از شکم و پهلوتون مشاهده میکنید. این از این قضیه. و یه چیز دیگه هم هست توی تناسب اندامتون و پوستتون خیلی مهمه، اینه که شما سهم پروتئین تغذیه‌تون رو ببرید بالا. این چی کار میکنه؟ وقتی که پروتئین بدنتون بره بالا، عضله سازی، وقتی که کنارش ورزش انجام میدید عضله سازی بهتر صورت میگیره. وقتی عضله سازی بهتر صورت بگیره، درصد عضلات بدن شما بالا بره، چه اتفاقی میفته؟ متابولیسم بدنتون میره بالا. اگه قبلا اینقدر غذا میخوردید اینقدرش چربی میشد، الان اینقدر غذا میخورید اینقدرشن، به خاطر اینکه درصد عضلات بدنتون بالا رفته، سوخت و سازش بالاست. چند تا چیز توی سوخت و ساز مطرحه. سن پایین که توی سن پایین سوخت و ساز بالاتره و اینکه درصد عضلات بدنتون بالا باشه که شما میتونید اینو با میکس تغذیه و ورزش این کار رو بر بدنتون انجام بدید. یه نکته دیگه در مورد تغذیه بگم و تمام. نکته بعدی اینه که شما سعی کنید از ساعت 8 شب به بعد مصرف کربوهیدراتتون رو صفر کنید. یعنی که هر چقدر گرسنه میشید اون گرسنگی رو با مصرف پروتئین تأمین کنید، نه کربوهیدرات. کربوهیدرات در شب خیلی سریع تبدیل میشه به تو بدنتون به قند و در نهایت چربی. 3 نکته رو خیلی خلاصه بهتون گفتم. میخوام مبحث تغذیه رو براتون جمع‌بندی کنم که برید بهتره کنید. 1. مصرف شیرینیجات و قندهای مصنوعی رو به 0 برسونید، نهایت هفته 1 بار، که این اشکالی نداره، به بدنتون شوک وارد میکنه و میتونید 1 بار مصرف کنید و 15 روز اول براتون سخته، بعدش دیگه باهاش اوکی میشید، بدنتون خودش میلش نمیبره و نمیتونید اگرم دلتون بخواد بخورید. مطلب دوم چی بود؟ سهم عضلات بدنتون ببرید بالا، سوخت و ساز بدنتون بره بالا که چربی سوزی اتفاق بیفته و غذایی که میخورید کمتر به چربی تبدیل بشه. چجوری؟ مصرف پروتئین بالا با ورزش از سهم عضله رو میبره بالا، متابولیسم میره بالا. و نکته آخر اینه که از 8 شب به بعد مصرف کربوهیدرات صفر کنید. سعی کنید پروتئین بخورید، مرغ بخورید، تخم مرغ بخورید، اینجوری شکمتون رو سیر کنید. همه این مطالبی که گفتم فقط چند روز اول سخته، بعد میشه روتینتون. بعد اگر بخواییدم شام دوست ندارید بخورید، اصلا برنامه‌ریزی بدنتون به این صورت میرسه که دوست دارید شما سبک بخورید، برنامه‌ریزی بدنتون به این صورت میشه که دوست ندارید شیرینیجات بخورید. برید بهتره کنید، با من همراه باشید. میخوام قدم به قدم بهتون یاد بدم چجوری جوان بمونید و میانسالی رو دور بزنید.